شابونو، دیداری از دنیای جادویی و دورافتاده در جنگل‌های بارانی آمریکای جنوبی. نویسنده فلوریندا دانر. ریتیمی روزهای بعد درباره مردمش به من آموخت. همینطور که میلاگروس در 6 ماه گذشته به من یاد داده بود. او هر روز چند ساعتی را به این کار می‌گذراند که من از آن به عنوان آموزش رسمی یاد می‌کنم. نخست یادگیری زبان برایم بسیار سخت بود. نه تنها آن را به شدت سخت می‌یافتم، بلکه بی نهایت فهمیدن مردم در وقتی مشکل بود که آنها با تکه‌های تنباکویی که در دهان داشتند حرف می‌زدند. کوشیدم تا نوعی دستور زبان تطبیقی درست کنم، اما وقتی متوجه شدم که نه تنها فاقد آموزش لازم در زبان شناسی هستم، بلکه هرچه بیشتر می‌کوشیدم در خصوص یادگیری زبان آنها منطقی شوم، کمتر می‌توانستم حرف بزنم. پس از این کار منصرف شدم. بهترین آموزگاران من کودکان بودند. هرچند آنها به اشیا اشاره کردند و من کاملا خوشحال بودم لغاتی را که می گفتند تکرار می کردم، اما هیچ تلاش آگاهانه‌ای برای شرح چیزی نمی کردند. با آنها توانستم کاملا بیخیال از این که اشتباه می کنم وراجی کنم. پس از عزیمت میلاگروس هنوز خیلی چیزها بود که نتوانستم بفهمم. با این حال تعجب کردم که چقدر خوب توانستم با دیگران ارتباط برقرار کنم. آهنگ کلام صدایشان، حالت چهره و حرکات فصیح دستها و بدنهایشان را به درستی می‌خواندم. ضمن آن ساعات درس رسمی، ریتیمی مرا برای ملاقات با زنان به کلبه‌های مختلف برد و من اجازه داشتم هر قدر که بخواهم پرسش‌هایی کنم. زنان مبهوت از کنجکاوی من آزادانه طوری حرف می‌زدند که گویی بازی می‌کنند. چیزهایی را که نمی‌فهمیدم بارها و بارها تکرار می‌کردند. سپاسگزار بودم که میلاگروس چنین رسمی را بنا نهاده است. کنجکاوی نه فقط در شمار منش‌های بد بود، بلکه برخلاف خواست آنها هم بود که از ایشان سوال شود. با این حال میلاگروس بی مضایقه مرا در آنچه آزاد گذاشت که آن را هوس عجیب و غریب من مینامید. دلیل آورد که هرچه من درباره زبان و آداب و رسوم ایتیکوری بیشتر بدانم، با سرعت بیشتری حس می کنم که با آنان در خانه‌ام هستم. به زودی معلوم شد نیازی نیست تا پرسش‌های زیاد از حد مستقیمی کنم. اغلب با عادی ترین اشاره از جانب من سیلی از اطلاعات رد و بدل شد که حتی خواب پاسخ گرفتن آن را هم نمی دیدم. هر روز درست قبل از شب به کمک ریتیمی و توتمی در خصوص داده هایی که در طول روز گرد آورده بودم بررسی کردم و کوشیدم تا آنها را تحت نوعی طرح طبقه بندی شده مثل ساختار اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، فنون معیشت و دیگر مقوله‌های جهانی رفتار اجتماعی انسان مرتب کنم. به هر حال در کمال نومیدی فقط یک مضمون بود که میلاگروس به آن اشاره‌ای نکرده بود: آیین شمنی. من از ننوی خود شاهد 2 جلسه درمانی بودم که درباره آنها گزارش مشروحی نوشتم، ولی نخستین آداب درمانی را مشاهده کردم. میلاگروس به من گفت آراسو شوپری بزرگی است. چون شوهر خواهر میلاگروس را دیدم که بدن دمروی افتاده کودکی را ماساژ میداد، میمکید و میمالید، پرسیدم وقتی ورد میخواند ارواح را به یاری میطلبد؟ میلاگروس نگاه خشونتباری به من افکند و گفت چیزهایی هست که کسی حق ندارد درباره آنها حرف بزند. ناگهان از جا برخاست و قبل از آنکه از کلبه بیرون رود افزود درباره اینها چیزی نپرس. اگر بپرسی جداً خود را به درد سر انداخته ای. از پاسخش حیرت نکردم، اما برای خشم علنی وی آمادگی نداشتم.
از خود پرسیدم آیا امتناع وی از صحبت درباره موضوع برای این است که من زن هستم یا اینکه آیین شمنی مضمونی ممنوع است؟ در آن موقع جرأت نکردم در خصوص این مطلب کسب اطلاع کنم. زن، سفید پوست و تنها بودن به قدر کافی خطرناک بود. خبر داشتم که در بیشتر جوامع علم به آیین شمنی و ممارست‌های درمانی هرگز برای هیچ کسی به جز نوآیان آشکار نشده است. ضمن غیبت میلاگروس حتی کلمه آیین شمنی را یک بار هم بر زبان نیاوردم، اما بی آنکه خشم و سوء ظن کسی را برانگیزم ساعتها وقت صرف کردم و در این خصوص تعمق کردم که بهترین راه برای دانستن درباره آن چیست. با توجه به یادداشت‌هایم در خصوص آن 2 جلسه معلوم بود که ایتیکوتری عقیده داشت که بدن شاپوری تحت تاثیر انفیه توهمزای اپنا دستخوش تغییر می شود. یعنی شمن تحت این فرض دست به کار می شود که جسم انسانی او خود را به کالبدی فوق طبیعی مبدل می کند. بدین سان با ارواح در جنگل تماس می‌گیرد. رهیافت بدیهی من رسیدن به درک آیین شمنی از طریق کالبد بود و نه با وسیله‌ای که با قوانین روانشیمیایی، نیروهای کلنگرانه در طبیعت، محیط زیست یا خود روان تعیین شده باشد، بلکه بر اثر درک جسم به عنوان تجربه‌ای زنده، جسم به عنوان وحدتی گویا بود که بر اثر اجرا شناخته می شود. اکثر مطالعات در خصوص آیین شمنی از جمله مال من بر جنبه‌های رواندرمانی و اجتماعی درمانگری تمرکز یافته است. فکر کردم که رهیافت من نه فقط توضیح جدیدی را به دست خواهد داد، بلکه نحوه یادگیری درباره درمانگری را برایم فراهم می‌آورد، بی آنکه مظنون واقع شوم. پرسش‌ها در خصوص کالبد لزوماً نیازی به ارتباط با آیین شمنی ندارد. هیچ تردیدی نداشتم که کم کم داده‌های لازم را به دست خواهم آورد، بی آنکه ایتیکوتری هرگز خبر یابد که دنبال چه چیزی هستم. هر نوع عذاب وجدانی که در خصوص ریاکاری وظیفه هم حس می کردم به سرعت با تکرار این جمله فرو نشست که کارم برای درک ممارست‌های درمانی غیر غربی مهم است. آداب بیگانه و اغلب عجیب و غریب آیین شمنی در پرتو مضمون‌های تفسیری مختلف فهمیدنی خواهد شد. بدین سان به طور کلی دانش انسان شناختی را پیش می‌برد. بعد از ظهر روزی ریتیمی به من گفت 2 روز است که کار نکرده ای. درباره مناجات ها و پایکوبی های دیشب نپرسیدی. نمیدانی که مهم هستند؟ اگر ما مناجات و پایکوبی نکنیم شکارچیان بدون گوشت برای جشن باز میگردند. با ترشرویی دفترچه یادداشت را در بغلم انداخت و گفت حتی توی دفترچت نقاشی هم نکردی. در حالی که دفترچه را به سینه‌ام چنان می‌فشردم که گویی عزیزترین چیزی است که دارم گفتم چند روزی استراحت می‌کنم. اصلا خیال نداشتم بگذارم که او بداند هر صفحه گرانبهای آن انحصاراً پر از اطلاعات در خصوص آیین شمنی است. ریتیمی دستهایم را در دستانش گرفت. با علاقه آنها را وارسی کرد. سپس با حالتی بسیار جدی به خود گفت و فرمان داد آنها خیلی خسته به نظر می رسند. محتاج استراحت هستند. زدیم زیر خنده. ریتیمی همواره مبهوت بود از اینکه من تزیین دفترچه‌ام را کار می نامم. برای او کار به معنای کندن علف‌های باغ، جمع‌آوری چوب و تعمیر بام شابونو بود. گفتم پایکوبی و آوازها را خیلی دوست دارم. صدای تو را تشخیص دادم. خیلی زیبا بود. ریتیمی به من لبخندی زد و گفت من خیلی خوب میخونم.
در بیانش اطمینان و صفای جذابی وجود داشت. او لاف نمی‌زد، بلکه فقط امر مسلمی را بیان می‌کرد. گفت: مطمئن هستم که شکارچیان با حیوانات بسیاری باز می‌گردند تا مهمانها در جشن غذا بخورند. به علامت توافق سر تکان دادم. شاخه‌ای پیدا و شروع کردم به ترسیم هیکل انسانی در خاک نرم. چون اندامهای اصلی و استخوان‌ها را کشیدم گفتم: این بدن آدمی سفید پوست است. می‌خواهم بدانم بدن ایتیکوسری چگونه است. ریتیمی در حالی که مرا چنان مینگریست که گویی خنگ هستم گفت: باید خیلی خسته باشی که چنین سؤال احمقانه‌ای رو میپرسی. برخاست و شروع به پایکوبی کرد، ضمن اینکه با صدای آهنگین و بلند خواند: این سرم است، این دستم است، این سینه‌ام است، این شکمم است، این... هیچ وقتی نگرفت که گروهی زن و مرد مجذوب لودگی او دور ما جمع شدند. جیغ زنان و خندان اشارات مستهجنی درباره بدن یکدیگر کردند. بعضی از پسران بزرگسال چنان به شدت می‌خندیدند که در حالی که روی زمین غلط می‌زدند خود را نگه داشته بودند. پرسیدم: کسی می‌تواند بدنی مثل آن که من کشیدم بکشد؟ چند نفری این امر را پاسخ گفتند. تکه چوب، شاخه یا کمان شکسته ای را برداشتند و شروع به ترسیم در خاک کردند. ترسیمات آنها کاملا متفاوت از یکدیگر بود. نه فقط به دلیل تفاوت‌های جنسی که عمدتاً بر آن تکیه کرده بودند، بلکه به جهت اینکه تمام بدن مردان پیکرهای کوچکی در سینه داشتند. به فهمی نفهمی توانستم شادی خود را نهان کنم. فکر کردم اینها باید ارواحی باشند که شنیدم آراسوه قبل از آنکه جلسه درمانی را شروع کند با ورد خود فرا می‌خواند. پرسیدم: اینها چیستند؟ یکی از مردان گفت: هکوراهای جنگل هستند که در سینه مرد به سر میبرد. پرسیدم: تمام مردان شاپوری هستند؟ گفتند: تمام مردان در سینه خود هکورا دارند، اما فقط یک شاپوری واقعی میتواند از آنها استفاده کند. فقط یک شاپوری واقعی میتواند به هکوراهای خود فرمان دهد تا به بیمار کمک کند و افسونهای دشمن شاپوری را بی اثر کند. بعد ضمن اینکه طرح مرا بررسی میکرد پرسید: چرا طرح تو هکورا دارد؟ حتی در پاها زنان هکورا ندارند؟ شرح دادم که اینها ارواح نیستند، بلکه اندامها و استخوانها هستند و آنها فوراً آنها را به ترسیمشان اضافه کردند. راضی از آنچه آموخته بودم، به دلخواه ریتیمی را همراهی کردم تا در جنگل برای آتش هیزم جمع کنم. یعنی طاقت فرساترین و ناخوشایندترین وظیفه زنان. آنها هرگز به قدر کافی هیزم ندارند، چون آتش نباید خاموش شود. ریتیمی آن شب نیز مثل هر شب دیگر پاهایم را به دلیل خارها و ریشه ها وارسی کرد. خرسند از این که چیزی نیست با دستهایش آنها را مالید و پاک کرد. گفتم: در حیرتم که آیا بدن شاپوری وقتی تحت تأثیر اپنا است دگرگون می شود. مهم بود که این مطلب با کلام آنان تایید شود، چون قضایای اصلی طرح نظریه من این بود که شمن تحت فرضیات خاصی عمل می کند که مربوط به بدن است. لازم بود بدانم که آیا گروه در این فرضیات سهیم هستند و آیا آنها ماهیتی خودآگاه یا ناخودآگاه دارند. ریتیمی پرسید: دیروز ایراماووه رو دیدی؟ دیدی که راه می رفت؟ دیدی چطور راه می رفت؟ پاهایش به زمین نمی خوردند. او شاپوری با قدرتی است. او یوز پلنگ اعظم شده. با حالتی غمگین پرسیدم: او کسی رو درمان نکرد؟ نومید شده بودم که برادر آراسوه را شمن بزرگی می دانستند. 2 بار دیده بودم که همسرش را کتک می زد. ریتیمی که دیگر علاقه‌ای به ادامه مکالمه نداشت رو از من گرداند و شروع کرد به اینکه
برای آداب شبانه ما آماده شود. سبدی را از اتاقک زیر سقف در پشت کلبه برداشت که متعلقات من در آن بود و آن را روی زمین گذاشت. هر چیزی را یک به یک بیرون آورد و بالای سرش گرفت و منتظر شد تا بگویم چیست. به محض آنکه میگفتم نام را به اسپانیایی و سپس به انگلیسی تکرار می کرد. چون کلمات بیگانه طنین انداز شد، زنان رئیس و چند زن دیگر که هر شب در کلبه ما جمع می شدند، همسرایی شبانه را آغاز کردند. در ننوی خود استراحت می کردم که انگشتان توتمی در جستجوی شپش خیالی موهایم را به هم زد. مطمئن بودم که هیچی ندارم. هنوز نه. به نظر می رسید که توتمی 5-6 سالی از ریتیمی جوانتر باشد و من فکر می کردم 20 ساله است. او بلندتر و سنگین وزنتر بود. شکمش با نخستین حاملگی گرد شده بود. خجالتی و گوشه‌گیر بود. اغلب نگاهی غمگین و پرت را در چشمانش دیده بودم و گاهی با خودش حرف می زد، چنان که گویی بلند فکر می کند. توتمی ترانه اسپانیایی انگلیسی زن را قطع کرد و فریاد زد: شپش، شپش. مطمئن از اینکه شوخی می کند گفتم: بذار ببینم. در حالی که حشرات سفید کوچکی را روی انگشتانش بررسی می کردم پرسیدم: شپش ها سفید هستند؟ همواره فکر می کردم آنها تیره هستند. توتمی با بدجنسی گفت: دختر سفید پوست، شپش سفید. با شعف فراوان آنها را یک به یک در میان دندانهایش له کرد و بلعید. گفت: تمام شپش ها سفید هستند.